سلام دوستان، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من الان خیلی سر حالم. اومدیم با تست موس ها. دو تاش برای بابامه، یکیش برای خودمه که خدا رو شکر موسم راضیم. یکی دیگه برای بنده خدای دیگه است که دمش گرم قرض داد. یه نفر ما ازش موس خواستیم، به ما نداد. فکر نکن که تو فقط هستی، خوب 1000 نفر دیگه هم هست، از اونا میتونم بگیرم. اصلا مهم نیست، این جالبه، اصلا مهم نیست. خب آقا ما بریم این موسا رو ببینیم و تست کنیم. اسمشونو براتون میذارم با شکلاشونو، برید ببینید و بیایید. سلام دوستان، چطوری؟ دارم خوب باشه. اومدیم رو بررسی موس. آقا 4 تا موس اینجا داریم. یه گمنام که عکسش میاد بچه ها، به دلیل اینکه موسا عکس از خود موسا نگرفته بودیم، این ادیتور چی بهش بگم نیومده اینا رو بذاره. اینجوری شده آقا، یه اتفاق افتاد نمیتونیم بذاریم اینجا. اینا همه اینا اسمشونو من میذارم. یه دونه این که خیلی کوچولوه، یه دونه اون که شبیه همونه، یکم گنده تره ولی مارک اصله، یعنی مارکش میدونم چیه، اینه مارک میدونم چیه، گمنام اول. یه دونه مارک رپو که واسه خودم به خاطر همین میشناختمش، اینم اسمش اینجا رپو میاد که با کیبورد خریدیم. اگه آنبوکسینگشو ندیدید حتما برید ببینید تو کامپیوتر، که کامپیوترم باشه آنبوکس کردیم، کیبورد همه اینا هست. فکر کنم پارت 1. بچه ها چیز ما اول من خودم برای خودم یه موس کوچولو و اندازه دستم، نه خیلی گنده نه خیلی کوچیک. آقا ما بیاریم اینا رو. خب اولین موس رایزه نگیا اول اینا تو اینجوری هم. اولین موس، این موس کوچیک و خیلی کوچولو جانم، خیلی کوچوله. من تو موس یکی سایزشو دوست دارم کنده شده، یه سایزشو دوست دارم که این اصلا سایز خوبی نیست. یکی صداشو، حالا دیگه اون دقیق بودن و ایناشو کار ندارم. بریم اول سراغ صداش که صداش بدک نیست. بیایم سراغ ظاهرش قشنگی. اسم مارکشم پروداکت. من یه چیز میخواستم بخرم از پروداکت. این موس کوچولو پروداکت. خب آقا ما بینا اول تستش کنیم برای کامپیوتر که ببینیم چطوریه. خب خیلی روونه، یعنی خیلی یه جوریه، یکم قطع و وصلی داره. چرا؟ چون این سیمش بریده. قطع شد کلا. من کنیمش سلامت موسا رفت. موسا سیمش داغ شد. واده آمد. ببینید این خرابه، حالا ما درش میبینیم. آخ چرا داغ شده، چرا سیمش داغ شد. آقا از نظر من قیمتش میاد اینجا. این اگه بالای 1,000,000 تومان باشه اصلا نمیارزه، 100 تومان باشه میارزه، تا 200-300 تومان میارزه. حالا نمیدونم قیمتش چنده. روون بود ولی خیلی کوچیکه، به خاطر همین از 5 ما بهش 3 میدیم. خب بیایم سراغ موس بعدی. موس نمیدونم چیه اینه آقا، برشون حالا حوصله خوندن ندارم. جنیس
نمیدونم چیه، حالا اسمشو این ادیتور میذاره بر. آقا بیایم سراغ این موسه. خب آقا خیلی گنده است احساس میکنم. گنده که نه، اوکیه برای دست من، اوکیه برای دستای خیلی گنده کوچیکه. بیایم سراغ صداش قبلی بهتر بود، صداش بیشتره، شاید نمرش تاثیر داشته باشه تو نمرش. خب بس خوبه. ببین این حالا این اصله، خب این اصل واسه پدرمه، اصل خریده اون موقعی که خریدتش، اینو اصل خریده و قیمتش خیلی گرونه و مثلا تعداد کلیکاش خیلی بالاست، نمیدونم چقدره. آقا خیلی خوب و سریعه. صدا کلیکاش هم یا اول پس کجا رفت، صدا کلیکاش هم قشنگه، ولی یکم احساس میکنم نسبت به اون خیلی کنده. آقا این ما به این نمره قیمتش غیر اصلش، یعنی اصلش اگه اصل باشه که نمیدونم قیمتش چنده، با 2000 کلیک و اینو 3000 و نمیدونم هر چند هزار کاری نداریم، صداش اوکیه. این نمره اگه مثلا تا 1 تومنه، تا 1 تومن 500، از 500 تومن تا 1 تومنه میارزه اگه اصل باشه و خریدش اوکیه و من به این نمره 4.5 میدم. خب کنار. آقا موس گمنام رو میاریم که از جنگ جهانی دوم برگشته و خیلی ظاهر قشنگ که نه، ولی تو دست جاب. ببینید من این موس رو دوست دارم. چرا؟ چون نگاه کن دستو که میذاری اصلا انگشتات مجبور میشه اینجوری خم شه. من به نظرم وقتی شیب داشته باشه موس عالیه. بهترین چیز اینه که شیب داشته باشه و این شیبو داره، خیلی هم سایز و قشنگه، صداشم عالیه. خدایش صداشو خیلی دوست دارم. حالا کار کردش، من با اینا کار کردم چند روز با این یه دونه، ولی با اون دوتا کار نکرده بود. خیلی خدایی روونه، ازش راضیم. اصلا نگاه اینجوری میزنی میره، ولی باز به پای این نمیرسه. این نمیدونم چرا انقدر روون بودین، خیلی خوب بود، مثلا میزدی میرفت. حالا دقت و این چیزاشونم آخر ویدیو براتون میذاریم، آخر ویدیو بعد از فیلم دقت و کلن از چیزاش از همشون میذارم براتون. ادیتور میذاره، من چرا بذارم، میذاریه. کلیکاشو خیلی دوست دارم، صدای خیلی خفنی میده، فقط یه جوریه این سیم. آقا من به این خدایی مارکش نوشته، روش نوشته اپتیکال ماوس، نمیدونم چیه، حالا هرچی بود براتون میذارم. از جنگ برگشته شکسته این واسه قرنها پیشه و موس خودم، موسی که خیلی این چند روز ازش راضی بودم، چند روز که چند ماه. ببینید صدای خیلی کمی داره نسبت به همه این موسا و این که اصلا صداش از همه زیاد بود. نمره اینو گفتم، من به این 5 میدم، واقعا خیلی خوب بود. حالا به این ببینید صدای کلیکاش قابل قبوله، من ازش راضی بودم، خدا ازش راضی باشه. حالا ما اینو بزنیم. 2000 years later. آقا منو ببخشید من رفتم یه. خب این یکم کم روونه، خب کم روونه، از این روونیش کمتره ولی از این بیشتره. خوبه. اینو من با کیبورد خریدم 200 خورده ای. حالا ما حساب میکنیم این مثلا 100,000 تومان، 100,000 تومان واقعا میارزه. این چیزشو خیلی دوست دارم. صدا کم میده برای اونایی که مثلا میرن چی بهش میگن، کجا میرن اینو، کجا میرید شما،
کتابخونه مثلا صدای خیلی کمی داره. خب ببینید خوبه، ولی بهترینشون تا الان فعلا این بوده. اینم 4.5 رو میگیره و نکنید چقدر نورش قویه. خدای من الان جلوم نور رینگ لایت، از اینو اونو همه اونا نورش بیشتر بود. خدا هیچ ربطی نداره اصلا، نگاه انگشت رو قرمز میکنه. خیلی خوبه. به این 4.95 میده، 4.90 میده. برنده ما این موس هست. این موس که صداش خیلی زیاده و دقتش هم از نظر من، چرا؟ چون من توی فتوشاپ هم کار میکنم، توی ورد و اینا با همه اینا کار کردم. من قبلش که نه، رفتم کار کردم برگشتم تو ویدیو. ببینید این دقیقه و دقیق ترین که نه، این از همشون دقیق تره. چی بود اسمش؟ پروداکت ما یه فلش هم از موس بیسیمه. عالیه، واقعا عالیه. مثلا اینیم چند دقیقه داره فیلم کرنه. 10 دقیقه خوبه. این سیم شارژر من بود افتاد. خب واقعا عالیه، اصلا عالیه. خب ببینید دقت این از همشون بالاتر و بیشتر بود. خب از نظر من هیچی رو از چیز اینا ندیدم. خب قیمت ها رو هم ندیدم، هیچی در مورد اینا نمیدونم، ولی از نظر من اگر کم صدا و دقت مساوی میخواید اینو بگیرید. اگر پر سر صدا و گیمری دوست دارید اصلا صدا بده موس، اینو بگیرید و دقت هم زیاد نیاز نداره. چون ادیتور به من گفت هرچی رو موس نوشته همین گمنامه بر من بفرست. هرچی روش نوشته بود براش فرستادم، رفته تو گوگل سرچ کرده هیچی پیدا نکرده. بعد حالا بذارید نتیجهشو الان عکسی که از صفحش گرفته چیا نوشته رو ببینید. هرچی روش بوده رو نوشته، هیچی نمیبود. ندارید. خب این دقتش زیاد خیلی کم هم نیست. اگرم موسی میخواید که گنده باشه تو دست بزرگ جا بشه و اسکرول این انگار از جنگ برگشته، اصلا صدا جیر در میده. این باز کتابخونه این کتابخونه است، اصلا واسه کتابخونه است. این صداش بهتره، صدای اسکرول اینا سریع ترینشون. اینم حالا فیلم نگرفتم اون قسمتشو، سریع ترینشون باز این بود. آقا برنده ما 2 حالت داره. ببینید اگه پر سر صدا و گیمری دو اینه میخواید که این عالیه. اگه کم سر صدا و جمع و جور و زیاد خفن میخواید این خوبه. اگر یکم با صداش مثلا کتابخونه نخواید برید ولی با صداش هم مشکلی نداشته باشید و دقت خیلی زیاد بخواید، این عالی بود واقعا. آقا بهترین موس شد از پر سر صدا و این گیمر رو برای اونی که کم صدا میخوادم این دوتا هم ول مثلا دیگه کاری نمیشه کرد باشین، ولی بین این دوتا این بهتره. حالا یادم نیست نمره‌شون چند دادم ولی این بالاتر. خب هرچی چند دادم ادیتور اینو بذار بالاتر. این دو برنده ما اینا که نشد. این دو برنده ماست. نگاه کنید عالیه. کم سر صدا و دقت، پر سر و صدا و بدون دقت مساوی. مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. شما رو خیلی زیاد تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. لایک و دنبال و سابسکرایب فراموش نشه. واقعا نیاز دارم. با ما سابسکرایب های منو میپرونه یوتیوب. نمیدونم با من مشکل داری یا با ایرانیا مشکل داری، با کی مشکل داری؟ ما خیلی درد میکشیم بچه ها. این کار راحتی نیست. آقا من لایک و دنبال و سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو